إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان دوستداران الله متعال، بیت الله الحرام، مسجد الحرام، مکه مکرمه و مشاعر مقدسه. در ادامه بررسی آیات سوره مبارکه حج در موضوع حج اشاره کردیم به آیه 25 از سوره مبارکه حج در برنامه گذشته که الله متعال در این آیه فرمود که مسجد الحرام و منطقه ماحولش در حرم مکه کل این بخش رو در بر میگیره. مسجد الحرام مفهوم آیه این بود که خط سرخ برای الله تعالی و فرمود که کسانی که منع میکنن انسانها رو از راه الله تعالی و از مسجد الحرام، اون مسجد الحرامی که من الله با عظمت اون رو برای انسانها، چه کسانی که مقیم مکه مکرمه هستند چه کسانی که از خارج از مکه وارد مکه مکرمه میشن، برای همه یکسان قرار دادم. کسانی که در داخل مسجد الحرام و کسانی که اراده گناه بکنن از روی ظلم در این سرزمین، الله تعالی فرمود من عذاب دردناکی خواهم چشاند به اونها، که نشان از اهمیت و قداست و عظمت این مکان داره که به یقین هیچ مکانی در روی زمین با این عظمت و قداست و حرمت برابری نمیکنه. در ادامه الله متعال وقتی که اشاره به مسجد الحرام میشه و حرمتش و جایگاهش، اشاره میکنه به تاریخش، تاریخ تجدید بناش به دست ابراهیم علیه السلام و ارتباطش با ابراهیم علیه السلام که پدر دین اسلام هست و پدر دین مسیحیت و پدر دین یهودیت و حتی مشرکین مکه هم خود رو پیرو ابراهیم علیه السلام میدانستن و تمام ادیان آسمانی سعی میکنن خودشون رو به ابراهیم علیه السلام نسبت بدن، آنچه که امروزه به اسم ادیان آسمانی نسبت داده میشه به کتاب‌های آسمانی، وگرنه در حقیقت که همه ادیان آسمانی از یک سرچشمه هستن، ان الدین عند الله الاسلام، و در حقیقت همشون در اصول اعتقادی و اصول کلی همون چیزی بودن که اسلام امروز هست، چه مسیحیت و چه یهودیت. اما آنچه که امروز ادعا میشه به اسم مسیحیت و یهودیت هم ادعا میکنن که ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. الله متعال اشاره میفرماید با ربط دادن ابراهیم علیه السلام به کعبه و مشاعر مقدسه و همچنین حج به ابراهیم علیه السلام، این گونه میفرمایند گویی که میفرمایند اگر شما مسیحیان و یهودیان و هر کسی که ادعای پیروی از ابراهیم رو میکنه واقعا پیرو ابراهیم هستید، باید پیرو اون راهی باشید که رفته و باید احترام بگذارید اون جاها و اماکن و مقدسات و مشاعری که اون احترام گذاشته که در رأس اونها مسجد الحرام هست و کعبه مشرف. در آیه 26 الله متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، و بیاد آورید اون لحظه‌ای که من الله با عظمت نشان دادم به ابراهیم و بیان کردم به او مکان خانه رو.
خود این آیه رو اگر در کنار چند آیه دیگه‌ای که در موضوع بحث کعبه هست در سوره مبارکه آل عمران و سوره بقره و سوره ابراهیم علیه السلام کنار هم بگذاریم، در سوره مبارکه ابراهیم در آیه 36 الله متعال از زبان ابراهیم علیه السلام میفرماد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. هنگامی که ابراهیم علیه السلام اسماعیل خردسال شیرخوار که طفل بود پسرشون و هاجر علیه السلام رو آورد و گذاشت در مکان مسجد الحرام فعلی که موقع دشتی بیش نبود، الله متعال میفرماید از زبان حضرت ابراهیم که ابراهیم این گونه فرمود، دعا کرد که پروردگارا من خانواده خودم رو آوردم در سرزمینی گذاشتم که هیچ زراعتی در اون نیست، یعنی آبی هم نیست. وقتی زراعت نیست یعنی آب نیست. آبادانی هم طبیعتاً وقتی که آب نباشه هیچ آبادانی نیست. وقتی که آورد در گذاشت فرمود خدای من آوردم خانواده خودم رو، همسرم و بچم رو در سرزمینی که هیچ آب و آبادانی اونجا نیست، عند بیتک المحرم، نزد خانه حرام تو، نزد خانه با عظمت و با حرمت تو. در حالی که ما میدونیم همون گونه‌ای که در سوره مبارکه بقره آیه 127 الله متعال میفرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و بیاد آور آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه رو داشتن بالا می آوردن. نشان از این میده که اسماعیل در میانسالی و در نوجوانی همراه پدر کمک کرده در بالا آوردن دیوار کعبه و ابراهیم علیه السلام دیوار کعبه رو در نوجوانی اسماعیل شروع کرده بالا آورده، در حالی که در سوره ابراهیم وقتی که اونجا هاجر و اسماعیل خردسال رو گذاشت اونجا ذکر کرد حضرت ابراهیم عند بیتک المحرم، من اینها رو نزد خانه محرم تو آوردم. اون موقع که خانه ای نبود، اون موقع خانه رو ابراهیم بلند نکرده بود قواعدش رو به تعبیر قرآنی، پایه های اون رو به همراه اسماعیل، چون اسماعیل کوچک بود. پس حکایت برمیگرده به قبل از ابراهیم علیه السلام، بحث خانه، چون قبل از ابراهیم ساخته شده بود خانه و این همون مفهوم آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست که فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها روی زمین ساخته شد اون خانه‌ای بود که در مکه هست که تعبیر آیه بکه بود که همون نام مکه هست و برای مبارک است و هدایتی برای انسان‌ها. و حتی گفته میشه که وقتی که الله تعالی فرمود اولین خانه‌ای است که برای هدایت انسان‌ها ساخته شد، آدم علیه السلام از همین انسان هاست. پس حتی قبل از آدم هم فرشتگان این خانه رو گذاشته بودن و حالا شکلش به چه شکلی بوده و به چه بنایی ساخته شده بوده. از این آیات، مجموع این آیات این گونه برداشت میشه که خانه کعبه حتی قبل از آدم علیه السلام وضع شده بوده، چون اون هم یکی از انسان هاست و الله تعالی فرمود که اولین خانه‌ای که برای انسان ها، برای عبادت انسان ها بنا گذاشته شده خانه کعبه است. از مجموع آیات 96 سوره آل عمران و آیه 127 سوره بقره و همچنین آیه 36 سوره مبارکه ابراهیم و این آیه 26 سوره مبارکه حج میشه این رو برداشت کرد. در این آیه الله متعال میفرماید و اذ بوأنا لابراهیم، وقتی که ما بیان کردیم و نشان دادیم به ابراهیم علیه السلام مکان خانه رو، مکان بیت رو. پس ابراهیم علیه السلام را الله متعال میفرماید من بهش نشون دادم. خانه کعبه در گذر تاریخ به خصوص بعد از طوفان نوح کلا دیوارهاش خراب شده بود و چیزی ازش باقی نمونده بود و اما مکانش باقی مونده بود. و وقتی که ما از بیت الله صحبت میکنیم بیشتر مکان هست تا خود بیت، چون وقتی که نماز هم خوانده میشه به سمت خانه خوانده میشه نماز. مثلا در خود مسجد الحرام وقتی که نمازگزاران در طبقات بالایی مسجد الحرام نماز میخونن خانه رو نمیبینن، بلکه به سمت هوایی که اون فضایی که بالای خانه است به سمت اون اقتدا میکنن و محل کعبه همیشه قبله است تا آسمان، که در آسمان هم بیت المعمور که در سوره طور آیه 4 الله متعال اشاره میکنه، بیت المعمور که خانه‌ای که در آسمان ها فرشتگان روزانه در اون وارد میشن و عبادت میکنن، 70,000 فرشته و تا قیامت نوبتشون نمیرسن، دقیقاً بر سقف کعبه است و از فضای از محل کعبه تا آسمان و حتی پایین اگر در زمین مسجد الحرام کسی بخواد نماز بخونه خانه کعبه رو نمیبینه، بلکه به فضای پایینی کعبه داره اقتدا میکنه و اصل به نظر میاد که بیشتر
خود مکان کعبه است تا فضای تا خود چهار دیواری کعبه، گرچه خود چهار دیواری قداست خودش رو داره و به هر حال اون خونه‌ای که ما الان می‌بینیم همینی که بنا شده، هم مکان همون مکانه، هم بنا دقیقاً در همون مکان هست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، الله متعال میفرماید من به ابراهیم، من الله باز من نشون دادم مکان بیت رو. و طبیعتاً در مجموع آیات میگونه میاد که ابراهیم علیه السلام قواعد بیت یعنی ستونها رو بالا آورد چون مکانش تا حدود مشخص بود از قبل. الله متعال در ادامه میفرماید وقتی که نشان دادیم به ابراهیم گفتم که الله تشرک بی شیئا، به من شرک نیار. خطاب به ابراهیم علیه السلام. گمان نمیره که ابراهیم علیه السلام شرک بکنه، هرگز. پس چرا این گونه تعبیر میشه به ابراهیم علیه السلام؟ چون مسئله شرک انقدر خطرناکه و انقدر مهمه که حتی ابراهیم علیه السلام رو در وهله اول الله تعالی بر حذر میداره و باز در آیه 34 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام از الله تعالی میخواد که اون و فرزندان و خانواده‌اش رو از مبتلا شدن به شرک نجات بده. و یکی از برداشت های دیگه این تعبیر اینه که وقتی که خطاب به ابراهیم علیه السلام هست، به این معنا نیست که ابراهیم علیه السلام این کارو میکرد، بلکه به این معناست که هم خودت و هم تمام پیروانت مواظب باشید که اینجا شرک نباید بشه. الله تشرک بی شیئا، شرک نباید انجام بدی. و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، و پاک کن خانه من رو. الله متعال دستور میده به ابراهیم علیه السلام برای کسانی که اینجا میان طواف میکنن، طواف کنندگان خانه الله متعال بیت الله الحرام، این رو برای طواف کنندگان پاک کن و همچنین برای کسانی که اینجا میان و نماز برپا میدارن. و قبل از اینکه نماز برپا بدارن رکع سجود برای نمازگزاران خطاب شده. قائمین رو الله تعالی ذکر فرمود، بعد از طواف قائمین رو ذکر فرمود که این همون تعبیری است که در سوره مبارکه بقره شبیه همین تعبیر رو داشتیم. اونجا الله تعالی فرمود که و طهر بیتی، خطاب اونجا به 2 نفر بود، اسماعیل ابراهیم، اینجا بیشتر خطاب به 1 نفر است، ابراهیم علیه السلام. للطائفین والعاکفین والرکع السجود فرمود در سوره مبارکه بقره، اینجا میفرماد للطائفین والقائمین، که این قائمین همون عاکفین هستن، یعنی کسانی که مقیمن در مسجد الحرام، کسانی که اعتکاف نشستن در مسجد الحرام. الله متعال فرمود خانه من رو پاک کن. وقتی که میگیم پاک کن، پاکی هم پاکی ظاهری است هم پاکی معنوی. و پاکی ظاهری که همون نظافت و زیبایی مسجد الحرام هست. پاکی معنوی اینه که الله تشرک بی شیئا مرتبط میشه با این بخش اول آیه که اینجا شرکی نباید باشه. شرک انما المشركون نجس یا ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. در آیه 28 سوره مبارکه توبه الله متعال خطاب به مؤمنین فرمود که مشرکان نجسن، نفرمود نجسن بلکه نجس فرمود. نجس خود عین نجاسته. نجس اون چیزی که نجاست با اون برخورد کرده و اون رو نجس کرده، ولی نجس عین نجاسته. الله متعال فرمود مشرکان نجسن، اصلا خودشون عین نجاستن. اینها اجازه ندید در مسجد الحرام بیاد، چون مسجد الحرام مکان پاکی است. طهر بیتی، بیت باید پاک باشه از نجس که مشرکین هم نجس هستن، از هر گونه کفر. به همین خاطر محدوده حرم مکی و مکه مکرمه ممنوع الدخول برای غیر مسلمین. غیر مسلمین اجازه دخول به مسجد الحرام رو ندارن، مگر اینکه کسی منافق صفتی، حالا مشرکی که ادعای اسلام میکنه و در صفت منافقین در زمره منافقین داخل میشه، که منافقین ما همون حکم ظاهری بر اونها اجرا میشه چون ادعای اسلام دارن. و در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم این اتفاق میافتاد که منافقین در صف رسول صلی الله علیه و سلم و حتی در مسجد النبی هم داخل میشدن با وجود اینکه کافر بودن، اما کفرشون مخفی بود و خیلی از اونها رو حتی رسول صلی الله علیه و سلم هم نمیشناخت. در خطاب به ابراهیم علیه السلام الله متعال میفرماد و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اول اینجا رو پاک بکن، مشرک نباید اینجا وارد بشه، کافر نباید اینجا وارد بشه. این رو برای طواف کنندگان، برای معتکفین. و رکع السجود، کسانی که رکوع سجده میکنن، نماز میگذارن، برای نماز میان به حرم، اینها بر اونها پاک بکن. حرم باید پاک باشه،
حرم باید نظیف باشه، اینجا مقدسه، اینجا باید نظافتی داشته باشه در شأن خودش. و ما می‌بینیم که الحمدلله بیشترین تلاش‌ها داره انجام میشه در حرمین شریفین به خاطر اینکه این خدمت صورت میگیره. و اولین خادم حرمین شریفین ابراهیم علیه السلام بعد از تجدید بنای کعبه که الله متعال خطاب به ابراهیم علیه السلام فرمود و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بعد اینجا خطاب به ابراهیم علیه السلام فرمود و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. خدمت به حرمین، خدمت به مسجد الحرام یک شرفه و یک افتخاره، چرا که ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام این کار رو شروع کردن و امر شد به اونها، نه تنها اینکه این کار رو انجام دادن بلکه امر الله تعالی بود برای اینکه این حرم باید پاک باشه، باید منظم باشه. و این هم خودش باز تأکیدی است بر آیه قبلش. در آیه قبل الله متعال فرمود که هر کسی اراده انجام گناه از روی ظلم در حرم داشته باشه اون جرم حساب میشه براش، در حالی که اراده گناه در غیر حرم جرم نیست، اما در داخل فضای حرم مسجد الحرام اراده گناه هم ظلمه، چون اینجا مقدسه، در اینجا باید پاک باشه، اینجا باید برای طواف کنندگان، برای معتکفین، برای نمازگزاران پیوسته باید فراهم باشه تمامی امکانات. و همه انسان ها، همه مسلمین مخاطب این آیه هستند. هر کسی که اعتقاد داره به الله تعالی، هر موحدی باید به فکر این باشه که این خانه پاک باشه، که این خانه آرام باشه، که این خانه برای طواف کنندگان، برای نمازگزاران، برای معتکفین پیوسته اون فضایی که شایسته اون هست رو حفظ بکنه و داشته باشه. در ادامه الله متعال فرمود و اذن فی الناس بالحج. ابراهیم برای مردم در حج ندا بده. و اذن فی الناس، در بین مردم برای حج ندا بده. و اذن فی الناس بالحج. الان دیگه این کعبه، این مسجد الحرام، این مکان حرام تنها مال ساکنان این سرزمین نیست. همه انسان‌های روی زمین باید بیان از گوشه و کنار، از شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، سرخ و سفید، سیاه و سبز، از هر گوشه عالم روی بکنن به سمت مسجد الحرام و بیان برای حج. و اذن فی الناس بالحج. ندای حج از زبان ابراهیم علیه السلام بلند شده. ندای حج مال ما الان تنها ما مسلمانان و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. این ندا به چند هزار سال قبل برمیگرده. و اذن فی الناس بالحج. ای ابراهیم الان که خانه رو تجدید بنا کردی ندا بده تا مردم برای حج بیان، تا حرکت بکنن، بیان یأتوک رجالا. عجیبه که خطاب به ابراهیم علیه السلام در فضایی صورت میگیره که خودش و همسرش الان خانه رو ساختن، خودش، همسرش، چند نفر دیگه هم اگر بگیم اگه ساکنین مکه اونجا زندگی میکنن همین ها هستن، چند نفری بیشتر نیستن در فضای مکه اون روزی که شاید در فضای کل خونه هاشون اگر فرض بکنیم اونجا کسانی که زندگی میکنن بعد از چشمه زمزمی که از زیر پای اسماعیل علیه السلام جوشید، قبیله جرهم، کلشون هم فرض بکنیم مطاف فعلی نمیشن بیشتر از این. الان بعد ندا بده برای حج. ابراهیم علیه السلام میاد و ندا میده برای حج. به کی میخواد ندا بده؟ صدا به کجا میخواد برسه؟ الله متعال کفالت رو به عهده میگیره. ابراهیم تو وظیفت اینه که بلند بشی و ندا بدی برای حج. رساندن این ندا، رساندن این پیام تو به انسانها وظیفه منه. الان هنوز همون رسالت داره انجام میشه. الان که ما داریم این آیه رو با هم تکرار میکنیم و این صدا داره پخش میشه و گوشه و کنار دنیا شما دارید میشنوید و میبینید، این همون ندای ابراهیم علیه السلام که الله متعال گفت من میرسونم. این یکی از همون راههای رسوندن الله تعالی است. و اذن فی الناس بالحج. تو ندا بده برای حج. ندا بده که مردم بیان برای حج. یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تو ندا بده میان، مردم میان یأتوک، خودشون میان. اینجا قلبها رو میکشه، این دلها رو به سمت خودش متمایل میکنه. مردم شیفته میشن، خود به خود میان، خود به خود دلها رو میکشه به سمت خودش. یأتوک، مردم خودشون میان. یأتوک رجالا. رجال جمع راجله، جمع رجل است، جمع راجله، یعنی کسی که با پای پیاده میاد. یأتوک رجالا، مردم پای پیاده میان اینجا. انقدر شوق زیاده،
انقدر محبت به این سرزمین زیاده، انقدر قلب ها میتپه برای این سرزمین که مردم با پای پیاده میان قبل از اینکه سواره بیان. الله متعال پای پیاده رو مقدم کرد بر سواره، یأتوک رجالا و علی کل ضامر، و همچنین سوار بر اسبهای لاغرندام، شترهای لاغرندام، سواری هایی که لاغر شدن نه که لاغر بودن. از شدت مسیر، از طول راه، از سختی که در بین راه هست، همه این سختی ها رو تحمل کردن به خاطر اینکه به مکه میرسن، به خاطر اینکه به کعبه میرسن. سواری هاشون لاغر شده، خودشون لاغر شدن، سر صورتشون لاغره، آثار سفر در اینها وجود داره، بر سواری های اینها وجود داره. اینها میان، تو ندا بده برای حج، دلهای شیفته برای حج میتپه. یأتوک رجالا، مردم پای پیاده میان قبل از اینکه سواره بیان، پای پیاده میان و همچنین سواره هم میان. اگر به والله امروزه این مرزهایی که وجود داره، این تقسیم بندی های سیاسی که دشمنان به وجود آوردن نمی بود و این ویزا گرفتن ها و این مشکلات نمی بود و مردم میدونستن که میتونن با پای پیاده خودشون رو به حرم مکی برسونن، خودتون قضاوت کنید. آیا نمی اومدن؟ به والله می اومدن. الله تعالی میفرماد ابراهیم تو ندا بده، من میدونم که مردمی هستن شیفتگان کعبه من، یأتوک رجالا، پای پیاده میان قبل از اینکه سوار بیان، پای پیاده میان و اومدن و هزاران بلکه میلیون ها نفر با پای پیاده در تاریخ از زمانی که این ندا برآورده شد تا الان، حتی الان هم عده‌ای میشنویم که با پای پیاده حرکت میکنن به سمت مسجد الحرام، روانه هستن تا برن ندای ابراهیم علیه السلام رو لبیک بگن. و هر کسی که یک بار لبیک اللهم لبیک بگه ثوابش نوشته میشه به ملت ابیکم ابراهیم، پدرتون ابراهیم، به پدر ما ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام ندا داد و هر کسی که لبیک میگه جواب اون نداست، اون نداست لبیک اللهم لبیک. اون ندا داد که بیاید الله تعالی شما را به حج فراخوانده، ما هم میگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اون ندا داده شد، مردم با پای پیاده و سواره همچنان دارن میرن از هر گوشه و کناری. یأتینا من کل فج عمیق، از هر راه طولانی و بعید و دور و درازی مردم با عشق، با چشمانی گریان وقتی که به مکه مکرمه وارد میشن تمام خستگی های راه رو فراموش میکنن، تمام گذشته رو فراموش میکنن. با چه عشقی، با چه محبتی، دیوانوار، با خستگی های فراوانی که دارن حتی استراحت هم نمیکنن. باید برن، باید کعبه رو ببینن، باید چشمشون رو سیراب کنن، باید این دل رو آروم کنن که عمری برای کعبه میتپه. و چه عشقی است. یأتینا من کل فج عمیق، یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق. ابراهیم تو ندا بده اینها میان. و چرا نیان؟ وقتی که ابراهیم علیه السلام خودش دعا کرد ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. بارالله من اینجا اومدم همسرم و فرزندم رو گذاشتم تا اینجا اقامه نماز بشه، تا اینجا در آینده ها مسجد بشه، تا اینجا قبله بشه. اینجا قلبهای مردم رو متمایل کن به این سمت. هر چقدر دشمنان اسلام بخوان تلاش بکنن، مشرکین تلاش بکنن تا مردم رو از مسجد الحرام بازگردانن، هرگز نمیتونن، چون این رو الله تعالی در قلبها گذاشته. ابراهیم علیه السلام دعا کرد که قلبهای مردم رو به این سمت متمایل کنی یا الله. و الله تعالی فرمود و اذن فی الناس بالحج، تو ندا بده یأتوک رجالا، میان مردم پای پیاده میان و علی کل ضامر، بر سواری هایی که از شدت سفر و مسیر لاغر شدن میان. یأتینا من کل فج عمیق، از راه های دور و دراز خودشون رو به تو میرسونن. اجازه بدید که ادامه آیات سوره مبارکه حج رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مروری داشته باشیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم.
إلهي